خب نفر با نام کلیابت سوال داده است. السلام علیکم. در ماده 21 پیمان بین المللی درباره حقوق شهروندی و سیاسی آزادی جماعت‌ها و در ماده 20 اعلامیه عمومی حقوق بشر در ماده 11 کنونسیون اروپایی آید به حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی انسان مقرر شده است که آیا هنگام سر زدن انقلاب آزاد از طرف حکومت قانونشکنی روی زند این کمیته های بین المللی مداخلت میکنند یا نه؟ خب این برادر عزیز منظور از سوالش این است که در این سندهایی که نامبر شده در پیمان بین دکلراسیون عمومی حقوق بشر و اعلامیه بین المللی کنونسیون اروپایی حقوق بشر، بله این ماده ها هست که هیچ کس حق ندارد پیش راهی اعتراض، میتینگ، قیام مصالحت آمیز مردم را بگیرد و اون را سرکوب کند. و سوال داده است که اگر حکومت قانونشکنی کرد و این اعلامیه ها را پامال کرد و آمد با واسطه زور و نیرو و ارتش و سلاح اعتراض مردم را پراکنده کرد یا سرکوب کرد، این کمیته ها و سازمان ها دخالت میکنند یا نه؟ برادری عزیز، این کمیته ها، این سازمان ها دخالت میکنند در حد اعلامیه، بیانیه، اظهارات، نه بیشتر از این. و حکومت تاجیکستان هم هیچگاه اثبات نکرد که اعلامیه و کنونسیون و سازشنامه های بین المللی را اعتراف میکند و رعایت میکند، بله امضا میکند. مثلا آیین‌نامه سازمان ملل را امضا کرده است، کنونسیون عمومی حقوق بشر را امضا کرده است، ده ها شرطنامه و پروتکل های بین المللی را امضا کرده است، ولی یگان تا اون را رعایت نمیکند. بعدا مکانیزم جزا دادن این گونه حکومت های قانون شکن هم متاسفانه در این کنونسیون ها نیست. اگر که این کنونسیون از طرف حکومت اجرا میشد، باید که علاقه زندانی های سیاسی ما آزاد میشدند، چون کمیته حقوق بشری سازمان ملل حکمش را صادر کرد که امام علی رحمان، محمد علی حیات و رحمت الله رجب و زید سعید و این ده ها نفر دیگر را غیر قانونی و ظالمانه زندانی کرده است، باید آزاد کند و جریمه هم پرداخت کند. اما 2 سال میگذرد از این قرار سازمان ملل، تا به حال حکومت تاجیکستان رعایت نکرده است. و دیروز هم چند روز پیش هم باز حکم همین کمیته درباره شراف‌الدین گدایف صادر شد که باید این دزدیده شده بود، غیر قانونی، باید به او جبران پرداخت شود و جنایتکاران جزا بینند. حالا ببینیم که حکومت چگونه این طلبات این کنونسیون ها را رعایت میکنند. بنابراین ما برادر عزیز به امید کدام کنونسیون و کشور خارجی و سازمان ها نشویم، به امید پیش از همه پروردگار، بعدا خود ملت، جسارت و قدرت و توانمندی ملت، و اجازه ندهیم که حکومتداران بیایند هم برخلاف قانون های داخلی و هم برخلاف قانون های بین المللی و خواست مردم از نیرو استفاده کنند و ملت ما را سرکوب کنند. این است نظری من برادر عزیز. خب یک برادر با نام خالد ابن ولید سوال کرده است. سلام اکی محیدین کبیری، به شک و شبهه انشالله پرزیدنت آینده ما شمایید. خب برادر، این برای مردم ربط دارد. همچون پرزیدنت شما میتوانید مردم تاجیکان دنیا را یک جا کنید، مثلا تاجیکان پنشیر را و همه سرزمین تاجیکان را رحمت. برادر عزیز خالد، اولش که من گفتم دیگر ما از این حرفا کوشش کنیم، خودداری کنیم که از حالا پرزیدنت آینده تاجیکستان را تعیین کنیم، این خوب نیست. این را بگذاریم به خود ملت و مردم. دوم اینکه حالا چی من باشم چی کسی دیگر، پرزیدنت تاجیکستان پرزیدنت تاجیکستان است، یعنی او پرزیدنت شهروندان تاجیکستان است، چه تاجیک باشد، چه ازبک، چه روس یا غیر دیگر. یعنی پیش از همه باید کوشش کند که زندگی این مردم را، شهروندان تاجیکستان را بهتر کند و وحدت و همدیگر فهمی و اتحاد شهروندان تاجیکستان را به وجود بیارد. اما درباره تاجیکان بیرون از تاجیکستان، چه در پنشیر باشد، چه در افغانستان، در ازبکستان، در تمام دنیا، باید ما یک برنامه داشته باشیم که آنها هر کدامشون تلاش کنند، آرزوی آن را داشته باشند که شهروندی تاجیکستان شود. اون وقت ما میتوانیم تاجیکان دنیا را جمع کنیم، متحد کنیم که هر کدام از اینها آرزوی شهروندی تاجیکستان شدن را داشته باشد
حتی شهروندان دیگر کشورها که تاجیک نیستند. چگونه ما میتوانیم امروز تاجیکان دنیا را جمع کنیم وقتی که تاجیکستانی در تاجیکستان زندگی کرده ایستاده و شهروندی تاجیکستان آرزوی شهروندی روسیه شدن را دارند، آرزوی شهروندی ترکیه و آلمان و کانادا و حتی قرقیزستان شدن را دارند، چه رسد به یک کشور پیشرفته. ما باید در فکر این باشیم برادر عزیز. من مطمئنم اگر ما بتوانیم یک تاجیکستان آباد و پیشرفته و آزاد بسازیم، نه تنها تاجیکان پنجشیر، تاجیکان تمام دنیا هم آرزوی شهروند شدن رو میکنن و هم تلاش میکنن که با ما متحد باشن و یک سیاست‌های یگانه داشته باشن. امروز تاجیکی داخل تاجیکستان از وطن خودش بیزار است، گریخته ایستاده است، فرار کرده ایستاده است، هجرت کرده ایستاده است. ما چگونه میام میگویم که تاجیک پنجشیری، تاجیک سمرقندی، بخارایی، خودت مگر خوب نیست که شهروند تاجیکستان شوی؟ میگه برادر هزار رحمت، من همون تاجیک میمونم، تاجیک بودنم رو دوست میدارم، فخر میکنم، اما من شهروندی تاجیکستان رو قبول نخواهم کرد، چون نمیخوام گرسنه بمونم، بی برق بمونم، زندانی شوم و یک خانواده رو 30 سال و 40 سال دیگر باز در بالای سرم نگه بدارم. این از نظر من برادر عزیز به سوال شما.